کودتای 28 مرداد 32 واقعی که یک جابجایی ساده در قدرت نبود و ایران را برای همیشه تغییر داد. اکثر ایرانی‌ها خاطره مستقیمی از واقعه 28 مرداد 1332 ندارند. روزی که دولت ملیگرای محمد مصدق که قهرمان ملی کردن صنعت نفت ایران شناخته می شود به دست سرلشکر فضل الله زاهدی برافتاد. محمد رضا شاه پهلوی که ایران را ترک کرده بود به کشور بازگشت. بریتانیا امتیازهای نفتی از دست رفته‌اش در ایران را دوباره به دست آورد و نقش آمریکا در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران پررنگ‌تر شد. پرویز راجی آخرین سفیر شاه در بریتانیا میگوید کودتا منشأ خارجی داشت، اما در بلند مدت شاه هزینه سیاسی آن را پرداخت. پس از 28 مرداد 1332 فضای سیاسی ایران به تدریج بسته تر شد و روشنفکری ایران دچار یأس و سرخوردگی. شاهنشاه ایران. تحلیلگران میگویند واقعه 28 مرداد 1332 حکومت شاه را احیا و در کوتاه مدت تقویت کرد، اما در بلند مدت آن را در سراشیبی سقوط انداخت. 25 سال پس از کودتای 28 مرداد حکومت شاه با انقلاب سرنگون شد. بعضی اشغال سفارت آمریکا چند ماه پس از انقلاب را واکنشی به کودتای 28 مرداد تعبیر کردند. برای این اقدام انگیزه هایی ذکر کردند مثل ترس از وقوع یک کودتای مشابه از طریق این سفارتخانه و تسویه حساب با آمریکا که در نظر انقلابی های ایران به خاطر نقشش در کودتا به ایران بدهکار بود. اگر کودتای 28 مرداد چهره غرب را در ایران مخدوش کرد، این گروگانگیری چهره ایران را در غرب خدشه‌دار کرد. بسیاری وقایع گذشته و حال ایران را همچنان در سایه 28 مرداد 1332 معنا می‌کنند. 28 مرداد آینده ایران را در گذشته‌اش فرو برد. به نظر من شاه در کودتا هیچ نقشی نداشت، تا اونجایی که من میدونم. شما باید فضای سیاسی رو باز در محیط، در تصویر بزرگترش نگاه بکنید. همینطور که عرض کردم جنگ ویتنام شروع شده بود، کره مورد حمله قرار گرفته بود، استالین و کمونیسم استالینی ادعای کسب خاک سایر ممالک رو میخواست بکنه و امریکایی‌ها بودن که به توصیه انگلیس‌ها به این نتیجه رسیدند که آشتی با مصدق سر موضوع نفت به جای کار ادامه فعالیت برای مذاکرات آشتی با مصدق به جای نخواهد رسید و لذا باید این رو عوضش کرد و یک کسی رو گذاشت جاش که ایران رو از خطر کمونیسم نجات بده. در این چهارچوب من عرض میکنم خدمتتون 3-4 روز قبل از اینکه کودتا بشه، اگه خاطرم درست باشه، آیزنهاور نطقی کرد و از حمایتی که توده‌ای ها کمونیست ها از مصدق میکردن ابراز نگرانی کرد. ولی خب تا اون موقع دیگه برنامه ها پیش رفته بود. این کودتا آمد تا به یک نحوه معجزه آسای موفق شد، میتونست خیلی آسونی شکست بخوره و خب شاه رو برگردوندن. این لکه بازگردوندن شاه هم هیچ وقت این ورچسبش از شاه کنده نشد و هر چقدر هم بعدا سعی کرد که خودش رو ملیت پرست رو مردم خواه جلوه بده، به نظر من موفق نشد. واقعا شاید تنها کسانی که بودن که به مطالبی اعتقاد داشتن یا آخوندا بودن که به قرآن معتقد بودن یا کمونیستا بودن که به کارل مارکس. تمام اون کوشش‌های قوام سلطنه برای به وجود آوردن حزب دموکرات به جای نرسیده بود، برای اینکه خیلی مشکل بود که در اون دوره و زمانه آدم راجع به دنیای کپیتالیسم صحبت بکنه و ازش دفاع کنه. حالا همه اینا رو بذاریم میکرد. از طرف دیگه شما خاطرتون باید باشه که جنگ چند سالی بود که تموم شده بود، دولت‌های انگلیس و امریکا پیروزمند بودن، آلمان هیتلری رو خرد کرده بودن، به اصطلاح صاحبان دنیا بودن. و بازم در نظر داشته باشیم که تاریخ رو پیروزمندان می‌نویسن
قلم به دست کسانی که بردن نباختن و از هر جوری که دلشون خواست تعبیر میکردن و منافع خودشون همیشه در نظر داشتن. و بله، برنامه‌های کودتاشون به آسونی موفق شد. آیا بعد از شکست مصدق کسانی که اومدن سر کار، من جمله اقبال که بابایان هم توی کابینه او بود، اومدن و یک زیاده رویه هایی کردن به جای اینکه یک رویه ملایمی بگیرن و بخوان همه رو وارد گود بکنن، صرفاً به یه عده خیلی محدودی چسبیدن و سعی کردن تمام توده‌های سابق رو به خیلی نحو بدی پدرشون رو در بیارن. خب این به نظر من، حالا با دید به عقب، بله اشتباه بود، مسلماً اشتباه. از اون طرف اگر که موفق نشده بود انقلاب، اگر که کودتا موفق نشده بود، اون رو من نمیتونم پیش بینی بکنم که چه اتفاقاتی میفته. ما میشدیم تاجیکستان، میشدیم نمیدونم داغستان، میشدیم ایرانستان یا هر چی دیگه که بخوایم اسمشو بذاریم. سلطنت هم از بین میرفت که بالاخره هم رفت. ولی شاه هم در این مورد خیلی اشتباهات زیادی کرد، هیچ نرمشی نداشت. خب اونم زاده تفکراتی بود که باهاش به وجود اومده بود. همیشه فکر میکرد که افرادی نشستن پشت درای بسته و دارن برای ایران تصمیم میگیرن. هیچ وقت تصور نمیکرد که ایرانی بتونه سرنوشت ایران رو تعیین بکنه. اونم به خاطر این بود که دیده بود در 6 سالگی که انگلیسا پدرش رو آوردن سر کار، در 21 سالگی دید که انگلیسا پدرش از کار گذاشتن کنار و در 1953 همونطور که داریم صحبت میکنیم دید که انگلیس و امریکا آمدن با هم همدست شدن و یک کودتایی را انداختن که ایشون رو از روم برگردوندن به ایران. بنابراین همیشه فکر میکرد که یک نیروهایی دستن در کارند که دیده نمیشن، تکلیف دنیا رو روشن دارن میکنن و یکی از جاهایی که تکلیفش رو روشن میکردن ایران. یکی از مواردی که من همیشه نسبت بهش نگران بودم و فوق‌العاده متاسف، این اعتقاد اینه که در هر اتفاقی در ایران میفته دست خارجی یک نقشی داره. میگن الناس علی دین ملوکهم. شاه اینطور فکر میکرد، همه مردم ایران هم اینطور فکر میکنه. نیست چنین چیزی. من نمیگم که شما اگه تاریخ ایران رو بررسی کنید، روسیه و انگلیس و نمیدونم سوئد حتی نیامدن و یه مداخلاتی در ایران نکردن، نیامدن نخست وزیر تعیین کنن، نیامدن نمیدونم صدر اعظم تعیین کنن، نیامدن آخوند بیارن سر کار، در سفارتخونه هاشون باز نکردن و نمیدونم پیروان مشروطیت چرا این تمام این کارا رو کردن، ولی اینها رو به عنوان نقش تاریخی باید بپذیریم.